کنه کاره کنه نکوشد او رو حیف بشود کمک کنه یکون کار کنه یکون فکر کنه دختر رو نکوشد. یا خدایا در اینجا چی گپ است؟ این چی محله سرقاقا بوده است؟ دومولو نمیک سیوال رو میکشد. خانم مبارو؟ یاری ده دومولو یک طرف یاری ده میکشد. خانم مبارو چی شد؟ دومولو نمیکی احمق سیوال رو محکم کرده است نمیگذارد که بیرون بروید باز احمقیش رو سر کرده است. دومولو التماس یگان کار کنید. آرام باشید دومولو من نمیک رو دیدم که سیوال رو به خانه در آورد در دستش کلتک داشت میکشد او رو. ای خانم ها بسیار واهمه نکنید آخر آنها کودک نیستند در محکم است. بله دیگر همسایه ها نیستند 15 روز شد که نیستم. دومولو این خیلی نمیشود پلیس رو دعوت کنم. چرا در رو پلیس رو فریاد میکنید جرم؟ یا خدا هیچ گپ نشده از واهمه نکنید از دست پلیس چی بیاید خودمون حل میکنیم. نمیک بسیار بد خشم است خدا نگاه دارد به شما هم ضرر داده واهمه نکن شما زنها همیشه واهمه میکنید سخن نرم مار را از خانش بیرون میبرد حالا من او رو با بیرون میبرم. استاد شما این نمیک را نمیشناسید به خدا یک انسان دیوانه از گپ را نمیفهمد. من او رو آرام میکنم تو خواطر نباشی جری خودت رو بد از گیر. یا خدا دومولو او شما رو هم گوش نمیکنه. گوش میکند. استاد ایستید نروید. استاد با درکشو زنگ زنم. چه خیلی درکشو آمده چی کار میکنه؟ دومولو ایستو باز نرفتی. با خدا دومولو بر اومده. ازانی من هستی؟ با دومولو برای چی گپ میزنی؟ ازانی من هستی فهمیدی؟ من تو رو میکشم تو رو. دومولو تو با کاری ما دخالت نکن. سیوال شما بیرون بروید. دومولو احتیاط برو از اینجا برو. استاد رو گفتم که نرو. انا سیوال بر اومد. سیوال دختر خوب است. شیرین نکن. در دستش کار داشت باز دومولو رو یکان کار خدا نکنه. رو شکر که صحت و سلامت هستی دخترکم. خدا رو شکر. استادم خدا نگهش دارد نمیک دیوانه است. آواز نمی آید با استادم آن چیزی شد. اکه اجری کنی رفتیم بینیم چی شد. تو چی ها میگویی نمیک انسان دیوانه هست ما رو هم زده نکشد. خوب است دومولو. خوبم شما خوب هستید خدا نگهبانتان باشه. خیر من میرم. پروردگار نگهبانت کن. اکه نمیک مادر جان حاضر که من یاری تجلی رو دعوت میکنم. یاری تجلی رو دعوت کنه. با یاری تجلی زن زنه زودتر. حاضر میام با یاری تجلی زن زنه اولی و بعد از توخی. اگر مراد هم یاری تجلی رو جایب نمیزنی با یاری تجلی مردن ابلا مردم چکار میکنه؟ خیر مایلش اگر او بیمیرد گناه هزار گردنی همه شما است. ای مردم دومولو سیوال دخترم خیلی نکن. دومولو به شما چقدر تشکری گویم کم است. استغفرالله. آخر شما مرا نجات این دادید. خیلی کارها در حیات میشوند. این جون رو به ما خدا داده است و آن را روزی میگیرد و ما تنها وظیفه انسانی هم آن را اجرا میکنیم. به هر حال
همین طور هم باشد، از شما خیلی مینه دارم. معلش دخترم، روزت بخیر. در حقیقت شب نشینی خوب است. از جایتون نجنبید. این بینمود کی است؟ سلام علیک. سلام. این دردسر باز پیدا شد. خانم سله، برای به خطر شما باید این شخص رو از نظر گذارانم. این شخص به من معقول نشد. افتخون کش درگور. یک طرفیست. کش. به تو چی شد های؟ با کیوا خوردنم راست میپرسم ها؟ بله. شما دیگر کار ندارید؟ مرا ناراحت نکنید. خانم سلین گوش کنید. همش تنها برای به خطر شما است. لطفاً دیگر مرا تعقیب نکنید، نباشد به پلیس شکایت میکنم. خانم پلیس الکی در نزدتان است. مرحمت کرده کویه. چی خدمت؟ مرحمت؟ اردشیر عزیزم بیا میرویم. دیوانه است چی است؟ خانم سله، دستتان دستو گیرید. انسان شبهناک می نماید. اگر به تو ضرر رسید به من زنگ زنید. مایلش سله. با خدا هیچ باوریم دخترها نمیآید دیر عزیز. شد. کمی تیزتر راه گردید. تمام عزیزم آمدم. شام بخیر. شام بخیر دوملو. دومولو زیا، شما به شب نشینی نمی روید؟ شب نشینی؟ زهرا باز نگویی که شوهر شونده‌ام رو به شب نشینی دعوت نکردم. کار دارد. زهرا چرا دومولو زیا رو دعوت نکردی؟ یا که از جامعه و ساله شرم داشتی؟ چی گفته نیدینگه؟ البته که دعوت کردم، اما کار داشته است. همین خیلی زیا؟ ها بله، یک کاری فوری برآمد، برای همین. چی خیل کار؟ زهرا رو تنها میگذارید؟ این کاری مردانوار نیست. با گوش آقای اکرم نرود باز. بله، بابایم ناراحت می شود. آقای اکرم رو رنجاندن نمیخواهم. من کارم رو زود تمام کرده زود می آیم و تو رو همراهی میکنم زهرا جان. تشکر زیاد عزیزم. خیر، شما میتوانید روید. استراحت خوش. مایلش ما میرویم. انتظاریم. انشالله خانم. کنیشید دخترها. شب نشینی ها؟ و شب نشینی خیلی شد نرفتم. خوش آمدید. زیا یکی با لباسای دامولوگیش بیاید چی می شود؟
بیاید چه خیلی خواهد همون خلاید. آقا خوب هستید؟ خوبم شماتون بخیر. سلام علیکم. زهرا برای رفتارهای کرده‌ام از تو عذر می‌خواهم. تنها خرسندی تو را می‌خواهم. امیدوارم مرا می‌بخشی. بسر این سنگفت و چی؟ اینقدر زود تغییر یافت؟ بعد این امید شدنش عقلش به سرش اومد. سرستن گلیسیلین. سلام. شب نشینی چه خیل است؟ بسیار هم خوب است. داماد نامد؟ خاطر نشو میآید. خانم زورو شنیدم خانه دار میشوید. بسیار خرسند شدم. بر شما خوشبختی میخواهم. برای همش تشکری زیاد من می ندارم. شامتون بخیر. شبی خوش. ای پسر گوش کن. کنی وظیفت رو اجرا کن. برای ما 50 تا ریز. سردارم سلیند و خانم زهرا را محافظت کردن آمدم. همسر شما را هم در اینجا دیدم. بله گفتم خبر دیم. سروغا را میدیم در دیسک کلو. بله رقص کرده ایستادم. مایلش دستانت را گیر از بدن خانم سلین. احمق. تو خودت کی هستی که با من فرمان میدی؟ دیوانه هستی چی هستی؟ تو چیکار میکنی؟ دیوانه ای؟ تو پلیس رو زدی؟ یه بچه 1001 استکیه دارده. نسبت پلیس مقابلت حقارت سودت میکنم به خدا. ای بیعقل تو چی گفته استودایی؟ تو خوبی رو نفهمیدی. ای دیوانه چیکار میکنی؟ دیوانه چی از دستم رو سرده چیکار میکنی؟ دیوانه هستم. دیوانه را در پس پنجره میبینی. سرده. ای بیعقل تو چیکار میکنی؟ دستم رو سرده مرا. برادر سردید برادر سردید مرا. من شدیدی کمیسر اونه لرسم. این کاری که شما میکنید ای موفق خانو خواهیده جواب بدید. سردید آخی. برادر گوش کنید میدانم در این جوی. ای برادر چرا جواب نمیدید آخه؟ ما هم انسانیم کو. من شکایت دارم اکای اونال. التماس یاردمچیتون رو از من دور کنید. خودش چی گپ است؟ این کس پلیسی سرخور بوده است. مرا سرخور نگو که موافق ماده 2016 تو را به حبس میکشم و جزا میدیم. همین خیلی سردارم. اونال تو در اینجا چی کار داری؟ تو را یگان کس دعوت کرد مگر؟ برای ادای وظیفه هم اومدم. خیر وظیفه تمام شد. همکارت رو گرفته روید از اینجا. زود در حال روید. یک ثانیه که ببخشید خانم. دامولات زیاد گفتنی آدم اومده است. اگر اجازه دیدو دروید. مانه دروید. دوستان، خانمان، جنابان، با شما مهمانی محترم شوهر شونده خانم زهرا دامولا زیا را شناس کردنیم. امام مسجد محلهمان او را استقبال گرفت. زیا دامولا.
ببین چقدر زیبا شده. زهرا جون بخشش که دیر آمدم. امیدوارم ما رو میبخشی. زهرا جان، آیا با دوستتان گفتم میتوانید که ماه اصل رو در کجا میگذرونید؟ کجا بود آنجا؟ کدام بیابان بود؟ یا اینکه ماه اصل رو در کیهان میگذرونید؟ من آرزو میکنم که ماه اصل رو در یک کنج زمین گذرونید تا آخر عمر. زهرا جان، درباره ماه اصل صحبت نکردم. من یکشان فکری عالی جناب دارم. شاید جزیره های گوای، شویساریا، پاریس، اما با فکر مطلب خوبش دوبای. فکر کن در میدان آزادی نشسته، با کبوترها دانه پرتافته، در طرف خانه نشسته، غروب آفتاب رو یک جای تماشا میکنیم. و شاید در کینوتئاتر نشسته، فیلم تماشا کرده، سپس با تاکسی با مهمان خانه آمده تا سحر اون طرفش رو نقل نمیکنم، زیرا بعضی ها حسد میبرن. بسیار روز میپرسم ما درباره ماه اصلمون گپ میزنیم. میتوانید حلاوت برید. به هر دیتان خوشبختی خواهانم. آقای جغتای، تشکر زیاد از شما منت دارم. اکنون نوبت من رسید آقای جغتای. من هم خودم همین رو میخواستم. حاضر شرمنده میشوید. دامولو رو بین، از آن دنیا با این دنیا آمده است.
янга ту ба домуло будани зиё боварӣ дорӣ? ки буданаш маълум нест, онҳоро нигар. лекин ба наздикӣ фош мешавад. خانم زهرا رسیدیم. مرحمت، کلید شما. برای همش تشکر زیاد. خواهش میکنم خانم زهرا. شب بخیر. شب بخیر. دامولا زیو. لبای خانم. یک چیز پرسم ممکن است؟ البته پرسید. اینقدر زیبا رقصیدن رو از کجا آموختید؟ یعنی من یعنی شما از من این طور چیز رو انتظار نبودید ها؟ نه چرا؟ خطا فهمیدید مرا. استغفرالله، این خیلی می شود؟ در حیرت افتادم. خانم زهرا گوش کنید. درباره من یعنی فکرهای نادرست رو از سرتان دور کنید. فکر میکنم بسیار در حیرت میمانید. این طور پیانینا رو بسیار خوب می نوازید، رقصی زیبا می کنید، بسیار هم استعداد عالی جناب دارید. آیا درباره گذشته خود از من چیزی رو پنهان می دارید؟ یک دیگرمان رو خوبتر شناسیم، گفته پرسیدنیم، چون که درباره شما یگان نقطه خردکک را نمی دانم. برای نقشایمان این خطرناک بوده می تواند. خواطر نشوید خانم، من نسبت شما یگان کاری خطرناک نمی کنم. البته باوری دارم، شبه ندارم. تشکر زیاد. خواهش میکنم. یعنی مسئله رقص کردن رو گویم، از تلویزیون، از ویدیوها مختم، یعنی بسیار شوق داشتم. بسیار شوق آورید. شوق آور؟ یعنی شما گناه کنید، همین خیلی. خانم زهرا، کمی راه گردیم. اگر خواهید من شما رو تو خانه تان همراهی کنم. تو خانه؟ تو اینجا؟ بله. یعنی مانند فیلم. چنان. البته مرحمت. مرحمت. دستم رو گیر. تشکر زیاد. آنها رسیدیم. ساخته هم باشد انسان به هیجان می آید. بله. پگو. مرحمت اول شما. نه اول شما. نه شما لطفا. پگو همراهی ما برای خرید کنی به بازار می رفتید اگر وقتتان باشد. البته می رویم. برای همش بار دیگر تشکر. گپ نداره، به تشویش. شب خوش. شب خوش. شوکت. شوکت.
ای خدا جان حالا هم تلفنش جواب نمیدهد. این شوکت باز یکم بالا را به سرم آورده است به فکرم. در این سین و سال کار میکنید که ایزارم رو ترک کنم. میدونم که در همین جایید. یا خدایا بسیار گرسنه موندم. یگان کس نیست. به سرم یگان بالا بیاید کی جوابش را میدهد؟ الو ای ایزارم رو ترک کردم. بسیار گرسنه موندم. اکا اکرم به من نهاری نکنی. آمدید اکا؟ چی میشود چشمانم رو میکشودید؟ اکا من گرسنه موندم. التماس یگان چیز گویه. چشمانش رو کشو. کشو اکا. با تو یک امکانات دیگر میدیم. کالتا کلاس رو این بگو ساعت 8 با من روبرو میکنی. فهمیدی؟ همینطور حیاتت رو نجات میدی. وگرنه تو رو با کنج دوزخ روان میکنم. چنگیز دستانش رو کشاید. زنگ زن. گریه نکن. زنگ زن. تو گپ رو نمیفهمی. ای برادر تلفنت از سرت مونده. چرا تو حال خاموش است؟ باز چه حادثه ای به سرم آوردن این شوکت؟ بابا جان لبای ما با بازار می رویم. مایلش براری کار. تا باز دید. هله زورا چه خیلی خوشبخت است دیدی؟ بابا جان یک چیز پرسیدنیم. مرحمت. بگاه اونال اینجا می آید. بیاید آمده دامالله زیا را ببیند و عبرت گیرد. هله زنک جان با زهرا خواستگاری می آیم؟ دومولو؟ چرا نه آیم؟ حتما می آیم. شما هله عزیزم هله گوشک رو مان آی بس هله آی درا سردورم کمتر پیش بسیار خبری مهم اومد که کنعان دیوانه جوره کلتکیلس را اسیر گرفته است و کلتکیلس به نزد آنها می رود.
کالتکلس دوستش رو نجات دادن میخواهد و برای آزاد کردن او میرود. بله سردارم وای حتما به اونجا میرود. حتی نقشش رو علکه کشیده است. از تو کسی پرسید؟ یک گروه رو جمع کرده به اونجا میروه. سردارم همه گروه ها با دستگیر کردن دیگر کس مشغولند. تو با کجا میروی؟ سردارم من با شمایم. تو کارت رو کن، از میزی کاریت نبرو. تو همراه من بیا. من نوبت دارم. در شعبه دیگر پلیس نیست مگر؟ نیست سردارم. فقط تو ماندی؟ بله. لیکن ببین این دفعه آخرینت. باشد سردارم سلامت. خرسند نشو، جمشین. با چشم سردارم. با بیرون برو. تیز برو. ای به خواستگاری زورا چخیل دیر نمیکرده باشم. ای کالتکلس که از دست تو خلاص میشوم. این دفعه از دستم نمیگریزی. ها کار خیلی طولانی بوده است. یعنی در تقدیر دومولوزیو دختری مثل فرشته بوده است. این برای من بسیار خرسندی کلان است آقای خلیل. خانم مبرا، من از عهده این کار نمیبرایم. در این مشکلی به من یاری میکنید؟ بله برای دومولوزیو همه کارو میکنم به خدا. نباشد بگاه وو میخوریم. مایلش. تا بگاه شما دستگل تیار کنید. من باشم برای نیکو شیرینی تیار میکنم. کم نیست. تلفن کن. تو کپ رو نفهمیدی. اگر زنگ نزنی در سرت میپرانم. منش مرا ببخش برادرم. همینجا ایستید. تشکر زیاد. روز بخیر. برای کار. مرحمت خانم. تشکری زیاد. به ملال خانم. بای بای. خوش باشید. آقای خلیل اکنون ببخشید حاضر به تلفن جواب دیم؟ لبای این چه خیلی دومولو است. هنگامی خریدن کورتا در بازار مالهای با صفت رو فخر میکرده است. به خدا او مرا در حیرت گذاشت. در اصل هنگامی کورتا عوض کردن من او در بازار به من گفت که دختری زیبا با این کورتت بابایت را کشتی. من حیران موندم. او دومولوی زمانوی است. از همه چی آگاه است. او فقط چیزهای گلچین رو انتخاب کرد. زورا جان ما درست کردیم که او رو انتخاب کردیم. به خدا حیرانم. آفرین به دومولو. تمام شوکت تمام. جای و وقتش رو من به تو میگویم. حاضر من کار دارم که شهر رو خاموش میکنم. مایلش برادرم. آقای خلیل بسیار کار مهم به من افتاد. یک جور رفته بعد میایم. دومولو جان به کجا؟ آقای خلیل زحمت نشود همین رو در مسجد میگذاشتید. اما دومولو آقای خلیل با یک جور رفته زود برمیگردم. تشویش نکشید. اومده بعد از نماز به خواستگاری میرویم. مایلش؟ مایلش. در کجا بود از کلاس؟ به اینجا نمی آمده است. جای و وقتش رو خودش معین میکرده است. ای خدایا، در کجا بود است آنجا ها؟ نمیدونم، به SMS روان میکرده است. دعا کن که کالتکلس یگان هیله نکند. نه که کالتکلس چنین آدم نیست. اگر یگان هیله کند مثل سگ پرانده گورش کنید. اکا به خدا آدم کشی حرام است. اگر حرام باشد پس تو را حرامانه میکشم. حیاتم سوخت.
از این به شرف ها یگون راه گریز نیست. اکنون مرا مجبور کردید. سردارم کنعانی دیوانه برآمد. دیده ایستادم. چی کار میکنی دیوانه؟ چی کار میکنی؟ وقتی پنهان شدن سیگنال رو زیر کردم. زود باش حرکت کن. چی کار میکنی؟ حرکت کن بگویم چی کار میکنی؟ تمام حاضر حرکت میکنم. این آخران سخن من است. در مرگ من هم کنعان دیوانه و هم کمیسر اونال گناهکارند. به هم الوداع. ای چور چشمه اینقدر نزدیک نرفت. تعقیب کردن ما را میفهمند. مایلش پروا نکنی سردارم. اوف چی شد سردارم؟ ساعت را نگاه داره یگانجا سر و سیمه. امشب به خواهر زنم خواستگاری میآیند. من باید آنجا شوم. اکا سلیلم به همونجا میآید. در قلمفور به راه نگاه کن. آنها را گم نکن که من تو را گم میکنم. پروا نکن سردارم. شما خیر شاگردی من است. لبای چی نامه؟ چی نوشته بوده است؟ زود او را یابید. او به من لازم است. او کالتکل است. با چی نیرنگ داری ها؟ چی شد سردارم؟ چی شد؟ کسی به شعبه ما یک نامه فرستاده است. خیر در آن نامه اومده است که کمیسر اونال به تپه شاهین بیا و با کیلاس الوداع کن. چی کار میکنیم؟ به تپه شاهین میرویم. سردارم چی اوف و پوف داری؟ دمت را گیر سرم را ویران کردی. ای تا دمم را میگیرم. تو فقط از خفای آنها تعقیب کن. شاید آنها ما را به تپه شاهین برند. سردارم ببخشید ناس ندارید؟ یک کشم ندارید؟ داماد در کجاست؟ نمیتابد؟ آقای اکرم امروز با مو صحبت کردم. او با همراهی آقای خلیل به خواستگاری زهرا می آیند. فکر میکنم دامولازیا همراهی آنها می آید. بسیار خوب آدمان محترم. از طرف دامولازیا خواستگاری می آمدند. دخترک نازنین من به من نگر. مثل شاه دختر شده ای. بسیار زیبا. خیلی زیبا. کنی تاب خور. گفتگیم را کردی؟ بله کردم پدر جان. بده. مرحمت. تشکر. فروخ در درونی او چیست؟
دختر زیبایم، اجازه ده پیش از آمدن میهمانا یک چیز را به تو فهمانده دیم. در درون این قوطی از رحمت پدر و مادرت انگشتری نیکاهشان مانده شده است. عمر آنها بسیار کوتاه اما بسیار خوشبخت بودند و زندگی خوش داشتند. میخواهم مثل آنها زندگی تو هم خوش گذرد و عمری بی نهایت دراز داشته باشی. بابا جان، در حیاتم بهترین سورپریز بود. اپا جان ببینید، انگشترینی پدر و مادرمان. میبینم عزیزم، میبینم. بیا اکنون به انداختن انگشترین ها تیار بینیم. آبی چشمت رو تازه کن، گیره نکن. سلین، بابایم ساخته بودن این توی رو باید هرگز نفهمد. مایلش زورا جان، در این باره بعد گپ میزنیم. ببین چه خیلی تیاری دیده است. زورا جان، نفهمیدن اونها فقط از تو وابستگی دارد. بعد گپ میزنیم عزیزم. برای آشکار نشدنش همه کارو میکنم. ما رفتن خودمون رو زیبا کنیم، بعد میاییم. رفتیم عزیزم. این همان تپ است. بله سردار. سردارم، در نامه تیپای شوی نوشتگی نبود؟ بله، همین خیل بود. بابای رحمتی هم را در این تیپای شوین گور کردگی بودن. انمین تیپای شوین است. به شوخی؟ او به شوخی. به من راه نشان نده چارچشمه. آرام باش، آهسته. در تگی کاسه نیم کاسه هست. فرا خم شو تو و کلتکلس را انا در همین تپه گور میکنم. چی نگاه داری؟ پیشت را نگاه کن.
ایستید گفت برادرم برادرم سردارم کارتکل در سر تیپ هست به خدای. میبینم ابله خاموشی است. زود باشد، من دیگر وقت ندارم. از دست تو بسیار آدمان ضرر دیدن و من هم از جان بیزار شدم. دیگر تو خط ندارم. تو چه گفته ایستاده ای؟ آدم برین پیشم برا تو را ترانم و همه این تمام شود. ها؟ کالتکلس از دست هیچ کس نمیمیرد. کالتکلس با خواهش خودش میمیرد. الویدا شوکت برادرم. الویدا حیات. ای کلاس ایستا من تو را میکشم. کلاس جون برادرم اگر خودت رو از همونجا پرتوی به خدا در جنازت اشتراک نمیکنم. سنگ بردار سردارم. برای آزادی تو شده من خودم رو میکشم برادر، اینگی رو میخرم. نامه آخرینم رو در اینجا گذاشتم برادر جان. الویدا شوکت. خودت رو احتیاط کن برادرم. خودت رو این طرف نکش. من باید تو رو به محمد روان کنم. رفتم. برادر جان. چنگیز شما مرده وی را برای من یافته بیارید. اطاعت سردارم. نامه رو به من ده. نامه رو به من ده. نمیدیم. کالتکلس پلیس ها از کجا بار آمدن چنگیز؟ من نمیدونم. شخل نمیدونید در من نمیدونم اکا. نه سردارم. همش عیب شما شد. از دست شما خودش رو پرتوف. کالتکلس به خدا در درون او زنده نمیمونه. همین خیلی سردارم. چی سفسطه میگوی همشهر؟ مگر ما او را کشتیم؟ کالتکلس خودش را به دریا پرتافت. اگر او خودکشی نمیکرد شما او را میکشتید. بیچاره از برای شما شده خودش را کشت. آه خدایا، او از دستی تو به خودکشی دست زد. منه این نامه آخرانش است. گیر چنگیز بلند خوان. این نامه آخرانی من است. من از دست کمیسر اونال خودم رو کشتم. شیطان. مرحمت سردارم. رفت شنیده؟ ببین کنعان همینجا نوشته است کو شما آن بیچاره رو از حیات بیدار کرده. چرا اینجا آمدی؟ چی در داری؟ ایدک ای کالتکلس 5335 مرکز با جای حادثه یک گروهی یاری رسان را روانه سازید. کسی را میگوید نمیگوید اینجا آمده کالتکلس را از آب برارید. اینها کجا شدند؟ حاله گفتی اونال می آید؟ کمتر پس می آمدگیست. بسیار دیر می کنند. نمیدونم عجبو. من به تو میگویم که به این توی ما نشو. تو باشی کارو کشال داده ایستاده ای. عقلی تو نمیرسد.
آنجا را روشنی کن. با آنها یاری کن. کجاست این آدم؟ بله آن طرفش را روشن کن. من تو را حالا نداشتم. تو چی خیلی بتوانی بمیری؟ بچه تایمون سنگار کوبید ممکن دارم اونجا باشد. دمت را گیر. تا آن به شرف رو نیابید از درونی آب نبراید. از همان جایی که آن بلوک بکنه همان جا رو کوبید. لا بحاله مالش علیه. من میایم جانکم. میایم گفتم که میایم. خب میایم. سردارم با خدا پیشک یافتنه. بخدا سردار در تلویزیون دیدم که پیشک کلرز رو میخور. ای ابلا چرا من تو رو با خود گرفتم ها؟ سردارم داریم قاری انگار از من میگیریم. بس کن از اینجا نجوم. نباشه سردار. تا حاضر در نظرم مهتابی برادر. شوکت برادر دوستم بداشتم. برادر به تو چیکار میکنم؟ ای ابله خیز از جای چرا میگیری؟ من نمردم. آی تو نمرده ای؟ البته نمردم شوکت. ای درفت تو دیوانه شده ای شوکت. با من این کار رو کردی ها؟ من گمان کردم که تو مردی. من از گریه را مردم. تو باشی نمردی. من قریب تلخک کف شدم مرده بودم. نه نمردم شوکت. امشب پیش زهرا با خواستگاری میرویم. چه خیلی من میمردم. خواستگاری همیشه بست؟ بله. پس رفته تیاری بینیم. تو چی خیلی مردی؟ شوکت نام من کلس است. مگر کلتا کلس ها نمیمورن؟ آخر در پیش چشمم خودت رو با پایون پرتافتی کو. ای قندت رو زن برادری من. بله برادرم من تو رو بسیار دوست میدارم دیگر تمام شوکت تمام. بس کن بس. تمام آخه تمام. اگر یک بار دیگر بمیری تمام شوکت تمام. بمیری دهان بیلیت رو بشکنم. فهمیدی؟ سفسطگویی رو بس کن. من تا زن نگیرم مردنی نیستم. بیا رفتیم دیوانه گریه نکن. من رو سخت تر سوندی. یک چای دم کنم آقای خلیل؟ نه امروز روزه گرفتم. در خانه کمتر اکنام شدم. او کجا گم شد؟ نمیدونم. من هم حیران شدم. گفت یک کاری ضرور دارم. برای یگان کاری خیر رفته است به فکرم. راست میگویی. چی خیلی آدمی خوب است. حتی در روز تویش برای اجرای کاری خیر رفته است. با او زنگ نزدید؟ حاضر. لیکن رقم هایش رو ندارم. بچت هفت شامون برا ای آمدی به حال شکفته ای. چی کاری نکنی عاقبت به دستم میافتی. در کجای کلتا کلاس؟ در کجایی؟
خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. سلام زهرا. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. جناب مقصد آمدن ما به اینجا معلوم است. برای کاری خیر اومدید. اپی نشید سلین. این قهوه هیچ نمی جوشد؟ می جوشد عزیزم، می جوشد. به فکری تو همه برای قهوه نوشیدن آمدن داخل. مقصدشان دیگر است. همینطور؟ بسیار در هیجانم. در قهوه داماد کمی نمک می پوشیم. سلین چیکار میکنی؟ عزیزکم این رسم و آیین است. اگر داماد قهوه رو نوشد پس او آدمی خوب است. یک سنجیده میبینید. به من ده. نه اندو. نمیدوزم. این رسم و این رو یک طرف بذار. میلش بیدی. او هیست دختر. تمکنش بخیر. زحمت کشیدی. تشکر دخترم. خودش رو همین قدر با ادب میگیرد که. تشکر زیاد. محترم، اولش با خواست خدا ما آمده ایم که دختر شما زهرا بانو را برای دامولازیا خواستگاری کنیم. محترم، آنها یکدیگر را دیدند و یکدیگر را شناخته همدیگر را دوست داشتند. بله، ما هم دامولازیا را شناخته بسیار دوست داشتیم. باوری دارم خوشبخت می شوند. دخترم پیشتر بیا. داماد به شما یک عمر خوشبختی و یکدیگر را دوست داشتن تمنا دارم. خدا شما را خوش پیر گرداند.
تشکر. تبریک میکنم. مبارک شود. مبارک باشد. تبریک میکنم. رحمان. اپا جان مبارک شود خواهر جان. دامولا مبارک شود. حلالت باد. مبارک شود دخترم. برادر جان تبریک میکنم. مبارک شود. حالا هم مردنت پیش نظرم است. اگر تو میمردی زهرا را کی مبارک شود برادرم. حالا این شوکت میبینیم باز چی به سرمون میآید. دخترم آی همه یک جای ایستید رسمی خاطروی میگیرم. ای اولی به گلاسکم کجاله اومده ای؟ تیار شوید. میگیرم. گرفتم. زهرا دخترم میدانی تو چقدر مرا خوشبخت کردی. بابا جان. جان دختری عزیزم. به شما خوشبختی میخواهم عزیزم. خواسته هایتون عملی گردد. تشکر عزیزم. زهرا جان به پیش خسرو خوشتومان درفته کمی خدمتگاری کن. رو خدمتشان رو کن. خدمتشان رو؟ آقای اکرم یک طرف استید. زهرا تبریک میکنم. تشکر. لطفاً بابا جان با اجازه میلاش شما. دخترم. خوش آمدید اکای اونا. مهمانا در همین جوین؟ همین جوین؟ نخواد؟ بله. حله بخشش که دیر آمدم. جان از من خفه نشو. من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمیبخشیدم تو رو به اینجا دعوت نمیکردم، اما تو باشی باز از پشت کالتا کلاست دویده ایستاده. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اویلت اونال. حله لطفا بیا میرویم. زهرا تو رو در آنجا انتظار است. رفتیم. یکون چیز نگفت؟ نمیدونم از خودش میپرسی. خوشبختی. شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چی کار میکنه؟ خدا شکر. یزنا جان خوش اومدید. خوش باشی. یزنا جان ای خدا شکر. مرا با بوجم شناس میکنی؟ بوجم؟